سلام به چنل تو خوش اومدید. داخل ویدیو قبل گفتم اگه این ویدیو 30 تا لایک و 10 تا ساب جمع کنم مجسمه ایروگالامو درست میکنم. ولی خب قبلش اومدم چک کردم دیدم 12 تا لایک خورد و پس رفت مجسمه اندرمن همون موقع درست کردم. ولی خب بعد برگشتم دیدم 20 تا لایک هم خورده. اون همین اومدم مجسمه بلیز رو درست کردم. بعد اومدم دیدم 30 تا لایک و 10 تا ساب هم جمع کرده. این مجسمه ایروگالام هم درست کردم. داخلش همین شکلیه. ویدیوی کامل هم داخل چنل هم هست.